آخرین روزیه که تو این خونه هستم امروز. در هر حال اینجام به خاطره میپیونده. خیلی غمگینم، نمیدونم کاری که کردم درست بود غلط بود. در هر حال که آینده مشخص میکنه. خونه قشنگمون رفت. البته که اینجا مستاجر بودیم تقریبا میشه گفت، ولی خب خیلی خوب بود. میشد 100 سال دوم اینجا رو گرفت. ولی آخه چقدر کباب بازی ها اینجا کردیم.